سلام خیلی خوش اومد به ویدیو دیگه از کانال خودتون. آریا وایتی هستم. برو بریم یه گیم پلی دیگه داریم از کالاف. چهارمین ویدیو بلندمون، خب به نازم چهارمین ویدیو بلندمون هم هست. امروز بازم ویدیو داریم. بعد حتما تا آخر ویدیو رو ببینید، لایک و کامنت و ساب و اینا هم اصلا یادتون نره. و آره دیگه، بریم سراغ گزارشمون. خب اینجا همینجوری میرفتم جلو، فقط افتاده بودم رو دور مردن. تا میرفتم جلو یه نفر همینجوری میامد منو میکشت، یا میزد یه نفر اوبر میامد میکشت. اصلا خر بود، شلمچه بود. میرفتم اینجا یارو تفنگشو دست گرفته بود، نمیرفتم چند تا تیر داشت، همینجوری میومد جلو ما رو میزد. همینجوری داداش من رفتم پشت دیوار، تا چجوری منو زدی؟ اصلا عجیب بود، شلمچه بود اونجا. این داشت ریلود میزد، ریب خورد، نید انداختن، هیچ واکنشی نداشتم، هیچی هم نشد. اومد اینجا بازم نید. و این کلترم از گردونه سریس لاوا جدید گرفتم، ولی ما اوقات دیگه شانس نداریم که نمیدونم کریم بگیم ندارش، ما اوقات دیگه شانس نداریم. و یه اخبار دیگه هم که اومده، قرار 2 یا 3 روز دیگه آلکاتراز باز بیاد برای چند وقتی، که باز مثل قبلا که اومده بود آلکاتراز تو قسمت بتل میرفتیم بازی میکردیم، قرار اونجا اضافه شه، بتونیم یه چند روزی بریم آلکاتراز بازی کنیم. منم که رنگمو لژه کردم، فقط میخوام بازی کنم آزالت نایف رو بگیرم. بعد احتمالا دیارش کرونا هم بگیرم. خفنه، آره خلاصه خفنه، احتمالا بگیرمش. فکر کنم اول باید که رنگ بتل حالا یا مولتی 10,000 تا ایکس پی دریافت کنی. یعنی الان بتل من فکر کنم 8100 یا 8086، همین دورا. بعد دیگه هم بود، من معنیشو نمیدونم، باید یه ترنسلیت بزنم. بعد دیگه آره کرونا رو احتمالا بگیرم، از نایف حتما میگیرم، اگه رنگ ریست نشه حتما میگیرم. بعد امروز بازم ویدیو داریم، فردا ویدیو داریم. ویدیو کوتاه دیگه نمیذارم، زیاد بخوام بذارم هم زیاد نمیذارم، تکلی زدم. بخوام بذارم هم دیگه زیاد نمیذارم، چون که هم ویو فیک میاره هم ساب فیک. الان من 14 تا سابی که دارم کو ویوش، یه دونه ویو هم ندارم، فقط از طرف سرچ ها. حتما ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید، بعد کامنت بذارید، حالتون گرم، کامنت انگلیسی. ویدیو رو تا آخر تماشا کردید، دمتون گرمه. بریم آخر بازی سراغ گزارش. نم زدیم و 60-40 چه فیکس بردیم. بعد اگه کیفیت ویدیو کمه، به خاطر اینه که اون برنامه‌ای که باش ویدیو رکورد میکنم یکم مشکل داره. زده بودم رو بالاترین کیفیتش 2000 چند بود، بعد وقتی منم بیرون دیدم اینجوری رکورد کرد، اصلا نمیدونستم مشکلش چیه. مرسی که ویدیو رو دیدید، سابسکرایب و لایک و کامنت فراموش نشه. و تا یه ویدیو دیگه، خدا